سلام، موسی ترابی هستم از گروه یارآفرین. دوره آموزشی ایجاد کسب و کار از نقطه صفر، فصل 5، تبلیغات، بازاریابی و فروش. دوستان من، این جلسه آخر این دوره است. در جلسات قبلی ما کلا هر چی گفتیم قبل از فروش بوده. یعنی شما هر کاری کردی برای این بوده که نهایتا یک محصولی تولید کنی. درسته؟ حالا باید شما بتونی محصولتو بفروشی، چون اگر نتونی محصولتو بفروشی تمام کارهایی که انجام دادی بیفایده بوده. پس این فصل خیلی مهمه. یعنی مهمترین بخش یک کسب و کاری فروش هست. اصلا اسم بیزینس و کسب و کار و فروش به همدیگه گره خورده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی مهمه. شما هر چقدر هم محصول با کیفیت تولید کنی، شما هر چقدر محصول با قیمت مناسب تولید کنی، ولی نتونی خوب بفروشی، فایده‌ای نداره. شرط بقای کسب و کار شما فروشه. شما باید بفروشی تا بتونی کار خودت رو توسعه بدی، تا بتونی رقابت کنی، تا بتونی رو پای خودت وایسی. پس اگر تا به امروز همه کارهایی که انجام دادی رو بذاریم توی یک بخش، فروش به تنهایی خودش یک بخشه. یعنی فوق‌العاده مهمه. نکاتی که امروز بهتون میگم فقط میتونه بهتون کمک کنه، بهتون ایده بده برای فروش. وگرنه فروش خودش یه رشته دانشگاهیه و هر چقدر در موردش یاد بگیری کمه. من اون چیزی که شما نیاز دارید که یاد بگیرید رو بهتون میگم، ولی این شروع کار شماست. یعنی شما باید تا اونجایی که میتونید مطالعه کنید، یاد بگیرید و مطالبی که یاد گرفتید رو به کار ببرید. خب بریم سراغ مباحث امروز. مباحث این جلسه: فرآیندهای فروش رو با هم بررسی میکنیم، الزامات تبلیغات رو میگیم، مزیت‌های تبلیغات رو بهتون میگیم، انواع رسانه رو بهتون میگیم، انواع ابزار رو بهتون میگیم، ویژگی‌های محتوای مناسب رو بهتون میگیم، این خیلی مهمه، انواع روش‌های تبلیغات اینترنتی رو بهتون میگیم و در مورد بازار صحبت میکنیم. یه تعریفی از بازاریابی خدمتتون عرض میکنیم، ستونهای اصلی تفکر بازاریابی رو بهتون میگیم، استراتژی بازاریابی رو بهتون میگیم، نفوذ در بازار و افزایش سهم بازار رو بهتون میگیم، حفظ مشتریان فعلی رو با هم بحث میکنیم، انواع قیمت گذاری و تعیین سطوح قیمت اولیه رو با هم روش بحث میکنیم، در مورد موانع و محدودیت های قیمت گذاری صحبت میکنیم و روش قیمت گذاری مبتنی بر قیمت تمام شده و سود رو بهتون میگیم. خب فرآیندهای فروش. خب خیلی از ما میدونیم اول باید تبلیغات کنیم، بعد بازاریابی کنیم، بعد بفروشیم، بعد از فروش هم خدمات پس از فروشه و دوباره فروش. این یه چرخه است دیگه. اینو دیگه همه ما کسایی که حداقل توی کسب و کار یک اطلاعاتی کسب کردن یا یه مطالعه اولیه‌ای داشتن میدونن که قبل از بازاریابی باید تبلیغات انجام بشه، قبل از فروش هم باید بازاریابی انجام بشه. این یه چرخه است دیگه. این خیلی چرخه ساده‌ایه. تو اولین صفحه این جلسه چرا من همچین چرخه‌ای را آوردم؟ اینو که همه میدونن. ببینید دوستان، با وجود سادگی این قضیه، همه میدونیم که خیلی ساده است، ولی باز هم خیلی ها رعایت نمی‌کنن. وقتی وارد کار میشن به این چرخه توجه نمی‌کنن. بهتون میگم کجا توجه نمی‌کنن. ما میدونیم که قبل از بازاریابی و فروش باید تبلیغات کنیم، ولی نمیدونیم چه تبلیغاتی انجام بدیم، نمیدونیم کجا تبلیغ کنیم، نمیدونیم چطور تبلیغ کنیم، نمیدونیم چه تبلیغی رو انجام بدیم که راندمان بیشتری داشته باشه. ما میدونیم که باید بازاریابی کنیم، ولی نمیدونیم که از چه استراتژی باید استفاده کنیم. نمیدونیم کانال‌های توزیعمون کجا هست. ما میدونیم باید بفروشیم، ولی نمیدونیم سیستم فروش چیه. اصلا چطور سیستم فروش رو اندازی کنیم. ما میدونیم که خدمات پس از فروش باید داشته باشیم، ولی اصلا این کارو نمی‌کنیم. وقتی میفروشیم همه چی رو تموم شده میدونیم. نمیدونیم که مشتری قدیمی چقدر مهمه. پس این چرخه در عین سادگی پیچیدگی خاص خودش هم داره. باید این چرخه رو حتما در کارتون بارها تو ذهنتون تحلیل کنید.
میریم جلوتر و این چرخه رو با همدیگه دونه دونه بررسی میکنیم. خب ما تو چرخه قبل گفتیم که اول باید تبلیغات کنیم. برای تبلیغات یه سری الزاماتی لازمه. برند یا نام تجاری، بالاخره باید یه اسمی داشته باشیم دیگه، درسته؟ کار ما همجوری نمیتونیم بگیم مثلا فرض کنید که بدون اسم بخوایم یه کاری انجام بدیم، چون اگر کیفیت محصول ما بالا باشه، قیمت مناسبی باشه، به مرور مشتریان خاص خودمون رو پیدا میکنیم. پس چه بهتره مشتری ما رو با یک نامی بشناسه و همین نام کم کم اون هویت کسب و کار ما میشه و از این به بعد خیلی سخت نیست از خودمون تعریف کنیم، فقط کافیه ناممون رو به زبون بیاریم. مثلا اگر قرار باشه که BMW خودش رو تعریف کنه، فقط میگه BMW، شما ذهنتون سریع میره سراغ اتومبیل های شیکی که تو بازار وجود داره، یا بنز یا اپل. اینا فقط یک کلمه نیستن، اینا هویت یک کمپانی هستن، هویت یک شرکت بزرگ هستن. وقتی یه اسمی رو به زبون میاری و مخاطب با شنیدن اون اسم تمام محصولات اون کمپانی از جلو چشاش رد میشه، در واقع شما برندسازی کردید. اون اسم یا برند هویت شرکتتون هست. زمانبندی، بچه‌ها توی تبلیغات یکی از مباحث خیلی مهمی که خیلی دقت نمیشه زمانبندی هست. چه زمانی مناسبه برای تبلیغات؟ خب هر میگن خب تبلیغ میذاریم مثل بیلبورد رو در دیوار هست دیگه، بالاخره زمان نداره. نه، اصلا بحث اون زمان نیست. درسته توی تبلیغات مثلا تو شبکه‌های اجتماعی وقتی زمان مهمه، یا مثلا فرض کن تبلیغات مثلا تیزرهای تلویزیونی زمان مهمه که قبل از یک سریال مثلا پر مخاطب باشه یا قبل از یک مسابقه ورزشی باشه، ولی اینا رو که همه میدونن. اما این زمانبندی که اینجا من آوردم براتون فرق میکنه. زمانبندی یعنی اینکه چه زمانی ما تبلیغ کنیم مناسبه. مثلا شما قبل از اینکه محصولتون کامل شده باشه شروع کنید تبلیغات کردن. خب بعد مخاطب میاد سراغ شما و محصولتون رو میخره، بعد به جایی که بازخورد مثبت داشته باشه بازخورد منفی داره. من خیلی ها دیدم که میگن آقا ما باید قبل از این ذهن مخاطب آماده کنیم. درسته، قبول دارم، ولی وقتی محصولتون کامل نشده به هیچ عنوان نباید تبلیغ کنید، چون مخاطب بالاخره ممکنه یکی دو نفر پیدا بشن، ممکنه چند نفر پیدا بشن محصولتون بخوام بخرن. چی رو میخواین بهش عرضه کنید؟ یه محصول نیمه کاره، یه محصول نصفه، یه محصول بی‌کیفیت؟ نه، شما باید محصول کامل، حتی اگر توی حداقل محصول پذیرفتنی هم هستید، ولی حداقل میدونید که این محصول پذیرفتنیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حداقل نیاز رو برطرف بکنه. پس شما باید محصولتون آماده باشه که بخواید تبلیغ کنید. شما باید اون بسترتون آماده باشه که بخواید بفروشید. حالا محصولتون آماده است، اون بسترتون چی؟ چطور میخواید بفروشید؟ میخواید فیزیکی بفروشید؟ خب بالاخره مغازه‌تون باید آماده باشه. میخواید الکترونیکی بفروشید؟ باید وبسایتتون آماده باشه، یا پیج اینستاگرامتون آماده باشه، 4 تا محتوای خوب توش داشته باشید. پس بسترتون هم باید آماده باشه. یعنی محصولتون باید آماده باشه، بسترتون هم باید آماده باشه، سیستم فروشتون هم باید آماده باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان مشتری زنگ زد کی باید جواب بده؟ چی باید بگه؟ چطور باید قیمت بده؟ مشتری رو تا کجا رصد کنه؟ فروغ چطور باید ارسال کنه؟ این سیستم فروش دیگه. بعضیا نه محصولشون آماده است، نه بستری برای فروش دارن، نه سیستم فروششون آماده شده، تبلیغ میکنن. خب معلومه اون بازخوردی که باید بگیری نمیگیری. شما اول باید محصولتون کامل باشه، شما باید بستر فروشتون آماده باشه، شما باید سیستم فروشتون آماده باشه، شما باید سیستم خدمات پس از فروشتون هم آماده باشه، بعد برید تبلیغات کنید. پس یکی از الزامات تبلیغات کردن اینه که این زمانبندی رو رعایت کرده باشید. زمانی تبلیغ کنید که همه این مواردی که گفتم رو آماده کرده باشید. موضوع بعدی مخاطبه. جامعه هدف شما کیا هستن؟ باید بدونیم که جامعه هدفمون کیا هستن، کجا باید تبلیغ کنیم دیگه. مثلا اگر شما قراره در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کنید و یک کالایی
برای مثلا فرض کنید که خانم‌های خانه‌دار دارید، باید تو پیج هایی که دارن سبک زندگی رو آموزش میدن و نمایش میدن اونجا تبلیغ کنید، چون مخاطبای شما اکثرشون تو اون پیج ها هستن. پس باید مخاطبای خودتون رو شناسایی کنید. بعضیا فکر میکنن که شناسایی مخاطب یعنی که بگیم فقط خانومه یا آقاست. نه، شما باید کامل رفتار مخاطباتون هم شناسایی کنید. این کالای من مناسب چه کسانی هست؟ من میگم من میخوام خودکار بفروشم. خب این خودکار مناسب چه کسایی هست؟ مثلا فرض کنید که این خودکار مثلا فرض کنید ساده ایه، یه خودکار مثلا شیک‌تر، مثلا اینو چه کسایی میخرن؟ مخاطبای من کیا هستن؟ خبرنگارا هستن، نویسنده ها هستن، مدیران هستن. در مورد رفتار مخاطبای خودم باید تحقیق کنم، چون نیاز دارم به این تحقیقات. میخوام بدونم که اینا کجا هستن، چه رفتاری دارن، چطور تبلیغ کنم تا منو بیشتر ببینن و تبلیغات من روی اونها تأثیر بیشتری داشته باشه. پس باید مخاطبای خودم رو کاملا شناسایی کنم. نرید یه جایی تبلیغ کنید که اصلا مخاطباتم اونجا نیستن. خب معلومه اون تبلیغات اون راندمان رو نداره، اون وقت سرخورده میشید، فقط پول از کفتون رفته. چهارمین موضوع رسانه است. رسانه یعنی چی؟ مثل تلویزیون، مثل شبکه‌های اجتماعی، هر جایی که شما تبلیغتون رو اونجا میدید میشه رسانه. مثل بیلبوردها، اینا رسانه هستن. رسانه اسمش روش هست، اون پیام شما رو به مخاطب میرسونن. حالا به اون ابزار رسانه میگن. شما باید با توجه به بودجه که مشخص کردید و نوع کسب و کارتون و نوع محصولی که دارید و همچنین مخاطبانتون رسانه مناسب خودتون رو پیدا کنید. یکی برمیگرده میگه که تبلیغات فقط تبلیغات تلویزیونی. آره تبلیغات تلویزیونی خوبه، تبلیغات تلویزیونی خوبه، نمیگیم بده، ولی آیا به بودجه شما میخوره؟ دقیقه مثلا n تومن میگیرن. خب شما با اون n تومن شاید بتونید تو شبکه‌های اجتماعی تبلیغات بهتری انجام بدی، مخاطبای بیشتری رو جذب کنید. وقت چرا باید برید تو تلویزیون تبلیغ کنید؟ میدونید باید در مورد رسانه‌تون بیشتر تحقیق کنید، رسانه‌ای که میخواید انتخاب کنید. ابزار تبلیغ. خب ابزار تبلیغ یعنی چی؟ به شما رسانه رو انتخاب کردید، مثلا تلویزیون، درسته؟ ابزار تبلیغش چیه؟ یه کلیپ تبلیغاتیه، یه تیزر تبلیغاتیه، درسته؟ یا مثلا رسانه‌تون شده شبکه‌های اجتماعی، ابزار تبلیغاتتون میتونه یه عکس باشه، ابزار تبلیغاتتون میتونه یک تیزر تبلیغاتی باشه، یک کلیپ تبلیغاتی باشه، ابزار تبلیغاتتون میتونه یه محتوای فیلمی باشه یا یک محتوای متنی باشه. اینا میشه ابزارهایی که تو اون رسانه استفاده میکنید. خب نکته بعدی محتواست. محتوا یعنی همه این مواردی که تا الان گفتم در مورد تبلیغات، یه طرف محتوا، یه طرف دیگه. یعنی اینقدر محتوا مهمه. یه وقتی از شما رسانه خوب انتخاب میکنید، ابزارهای تبلیغاتی خوبی دارید، بودجه خوبی میذارید برای تبلیغات و اینکه مثلا زمان بندیتون درست هست، محصولتون با کیفیت، همه آیتما رو دارید، ولی باز موفق نمیشید. میایم بررسی میکنیم، میبینیم مشکل اصلی محتواست، محتوای نامناسب. حالا این محتوا چی باشه هم جلوتر بهتون میگم. مزیت‌های تبلیغات چیه؟ آگاهی از برند رو افزایش میدهد. بالاخره وقتی تبلیغ میکنید برندتون بیشتر دیده میشه دیگه، طبیعیه. مشتریان احتمالی رو به سمت برند هدایت میکنه. اون کسانی که احتمال داره مشتری شما باشن به سمت برندتون هدایت میشن. فروش محصولات جدید و قدیمی رو افزایش میدهد. طبیعیه وقتی تبلیغ میکنید چون بیشتر دیده میشی، فروش محصولات هم چه محصولات جدید باشه چه قدیمی افزایش پیدا میکنه. برای معرفی محصول یا خدمات جدید به بازار استفاده میشه. تبلیغات خیلی میتونه بهتون کمک کنه، البته تبلیغات درست.
به عنوان راهنما برای متمایز شدن محصول شما با رقبا نیز شناخته میشه. یه وقتایی هست محصول شما با رقبا یه تفاوت‌هایی داره ولی مشتریان نمیدونن. خب محصول شما ممکنه که به خاطر این مزیت‌هایی که داره گرونتر باشه و رقبای شما دارن خوب میفروشن و مشتری‌ها چون نمیدونن مزیت محصول شما چیه از شما خرید نمی‌کنن. شما با تبلیغات میتونید این مزیت رو به اونا بگید. خب ببینید تو تبلیغ مزیت گفته میشه. حالا جلوتر بهتون میگم که چه چیزایی باید تو تبلیغات بیاد، ولی برای اینکه بگید نسبت به رقبا چه تفاوتی دارید و اینکه شما رو از اونها متمایز کنه، تبلیغات خیلی میتونه مناسب باشه. بریم در مورد انواع رسانه صحبت کنیم. خب گفتیم بالا رسانه چی هست؟ رسانه‌های چاپی هست مثل روزنامه، مجله، تراکت و غیره. تلویزیون و رادیو هستن، رسانه‌های تقریبا گرون قیمتی هم هستن. رسانه‌های محیطی مثل بیلبورد، تابلو، اتوبوس، مترو. خب دیدید که بعضی از این مثلا دستگیرهایی که تو مترو و اتوبوس هست روش یه تبلیغی هم قرار داره. خود بدنه اتوبوس هم همینطور، خود دیوارهای مترو هم همینطور. اینا همشون میتونن یه رسانه باشن. خب و یکی از جدیدترین و مهمترین رسانه‌هایی که الان خیلی در سطح وسیعی فراگیر شده اینترنته. وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، شبکه‌های مجازی. دیگه کسی نیست که با اینا آشنا نباشه. اینا در مجموع رسانه‌هایی هستن که برای تبلیغات در دسترس ما قرار دارن، ولی برای کسایی که بودجه کمی برای تبلیغات دارن مهمترین رسانه و بهترین رسانه اینترنته. انواع ابزار هم که بهتون گفتم مثل متن، تصویر، فیلم، صدا، اشیا. حالا متن و تصویر، فیلم و صدا رو که مطمئناً تو شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون و رسانه‌های دیگه دیدید. مثلا تو رسانه بیلبورد تصویر دیگه، تو رسانه مثل تلویزیون از فیلم استفاده میشه، تو رسانه مثل رادیو از صدا استفاده میشه، تو رسانه مثلا فرض کنید وبسایت و اینترنت از متن و تصویر و فیلم و صدا از هر 4 تا ابزار استفاده میشه. اما اشیا چیه؟ مثل این هدایا و گیفتایی که بین اون میدید. خب این هم یه ابزار دیگه روش تبلیغات شما قرار داره. مثلا یه خودکاری میزنید لوگوی شما روش هست، یه جاسویچی میزنید، نمیدونم یه فلشی چیزی. این اشیاء خودشون به عنوان یه ابزار تبلیغات استفاده میشن. خب این بخش خیلی مهمه بچه‌ها، اینو نگاه کنید اینجا رو، خیلی مهمه. ویژگی‌های محتوای مناسب. اصلا وقتی میخوای محتوای مناسب ارائه کنی اولین نکته بحث ایده است. یه ایده جذاب باید داشته باشید. دقت کردید بعضی موقع یه تبلیغات جذابی میاد، اون ایده‌ای که پشتش هست خیلی جالبه، اون تبلیغات ماندگار میشه. شاید زیاد پخش نشه ولی تو ذهن شما همیشه میمونه. بعضی از تبلیغات هم مثلا انقدر پخش میشه حال آدم به هم میخوره، ولی وقتی که پخششون قطع میشه دیگه تو ذهن نمیمونه. خب اون ایده است که باعث میشه تبلیغاتی جذاب و ماندگار باشه. پس راجع به این که محتوای تبلیغتون چی باشه خیلی فکر کنید. سعی کنید از ایده های جذاب استفاده کنید. برای اینکه به ایده های جذاب در حوزه تبلیغات خودتون برسید بهتره که یک جلسات طوفان فکری بذارید. از بچه‌های دیگه، از افراد مختلف که دور و براتون هستن استفاده کنید. فکراتون رو بریزید رو هم، یه محتوای تبلیغاتی خوبی ایجاد کنید. این ایده باید انقدر جذاب باشه که تو کمتر از چند ثانیه توجه مخاطب رو جذب کنه. خب حالا اگر میخواید تبلیغ بیلبوردی کنید باید یک عنوان خیلی خوب داشته، یه تصویر خیلی خوبی باشه که تو چند ثانیه، تو 1-2 ثانیه، 2-3 ثانیه بتونه مخاطب رو جذب کنه. چون فکر کنید یه بیلبورد تبلیغاتی کجاست؟ مثلا تو یک مسیر تردد مخاطباست، درسته؟ فقط 7-8-10 ثانیه فرصت داره که از کنار این تابلو بگذره، از کنار این بیلبورد بگذره. پس شما باید کمتر از 3 ثانیه، 4 ثانیه مخاطب خودتون رو جذب کنید. محتوای مناسب باید احساسات رو درگیر کنه.
بچه‌ها مشتری با منطق خرید نمیکنه، با احساسه که خرید میکنه. شاید شما بگید نه همه حساب کتاب میکنن، میگن این قیمت فلانه، قبول دارم همه اینا درست، ولی نهایت با همه حساب کتاباش یه وقتایی یه حرکتایی انجام میدیم ما خودمون. خب که وقتی میاییم خونه میبینیم چرا باید این خریدم، اصلا به این نیازی نداشتم. بارها برای ما پیش اومده. چرا؟ چون اون موقع احساسی تصمیم میگیریم. دقیقاً زمان خرید چیزی که قلقلکمون میده احساسه، نه منطق. شاید یه محاسبات منطقی هم انجام میدیم، ولی اون چیزی که باعث میشه ما نهایتاً بخریم احساسمونه. احساس رضایت میکنیم از خرید این محصول، چون ارزشی که به ما میده اون ارزش مورد نظر ماست، اون ارزش رو دوست داریم. پس اگر بخوایم تبلیغی هم انجام بدیم باید کاری کنیم که اون احساسات تحریک بشه. پس زمان ایجاد محتوای تبلیغاتی به این نکته خیلی دقت کنید. در محتوا مزایا به خصوصیات ترجیح داده شود. من یه وقتایی میبینم یکی تبلیغات میذاره، مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی، حرفه‌ای نیست تبلیغاتش، میاد میگه آی جنس من این ویژگی‌ها داره، اینه، مثلا میگه این خودکار آبیه، جنس روکشش فلانه، جنس داخلش فلانه، جنس نمیدونم جوهری که استفاده شده اینه. در مورد ویژگی‌ها صحبت میکنیم. ببینید شما در تبلیغات فرصت این که بخواید به مخاطب ویژگی‌های کالای خودتون رو بگید ندارید. اگر برگردیم به جمله قبلی من گفتم احساسات مخاطب باید تحریک بشه. چی باعث میشه که احساسات مخاطب تحریک بشه؟ مزیت‌های کالاست که روی احساسات تاثیر میذاره، نه ویژگی‌ها. فرقشون چیه؟ شما میایید میگید این خودکار جنسش فلانه، جوهرش فلانه، فلان. خب این میشه ویژگی‌ها. این اصلا مخاطب قلقلک نمیده، اصلا احساساتش رو تحریک نمیکنه. ولی حالا بگید که این خودکاری که مثلا فرض کنید که بیل گیتس استفاده کرده اینه، یا این که اصلا در مورد مزیت چیزی نگید، اینو تو دست یکی از آدمای معروف ببینن، این یعنی تحریک کردن احساسات. این خودکار دست فلانی هم بوده، جالبه، بس من اینو میخرم. خب پس توی محتوای تبلیغاتیتون بیشتر مزیت‌ها رو بگید، نه ویژگی‌ها. داستان سرایی در انواع مختلف تبلیغات رو دست کم نگیرید. برای محتوای خودتون یک داستان ایجاد کنید. داستان خیلی تو ذهن مخاطبا میمونه. می‌بینید حتی تبلیغات هم بعضی میخوان انجام بدن، مرحله یک داستانی رو انگار دارن تعریف میکنن. دیدید دیگه از این نوع تبلیغات رو. هر چقدر که محتوای شما داستان سرایی بهتری داشته باشه، ماندگاریش تو ذهن مخاطبا بیشتره و تاثیرگذاریش هم بیشتره و اون احساسات مخاطبا رو درگیر میکنه. به این قضیه هم خیلی فکر کنید. تبلیغات زیر مجموعی از بازاریابی است که استراتژی محبوب و شناخته شده‌ای برای برقراری ارتباط با مخاطبان است. همه ما تبلیغات رو میشناسیم، ولی همه ما درست تبلیغ کردن رو بلد نیستیم. شما سعی کنید درست تبلیغ کردن رو یاد بگیرید، چون به نفعتون هست. یه بودجه‌ای رو مشخص می‌کنید برای تبلیغات، مثلا 10 میلیون تومان. خب این 10 میلیون تومان هزینه است یا سرمایه گذاری؟ اگر درست تبلیغ کنید میشه سرمایه گذاری، اگر درست تبلیغ نکنید میشه هزینه. پس همیشه توی تبلیغات خودتون خیلی دقت کنید، سرسری نگذارید حالا من پولو میدم به فلانی مثلا یه چیزی میزنه دیگه، بدم فلان کانال ببینم چه اتفاقی میفته. معجزه که نمیخواد اتفاق بیفته. وقتی اصولی کار نکنید معجزه اتفاق نمیفته، پولت فقط دادی رفت. ولی وقتی اصولی کار کنید، یعنی همه این مواردی که بهتون گفتم با دقت رعایت کنید، تبلیغ کنید، اون وقت پولتون نمیره. 4 تا مشتری براتون میاد که اون پولی که خرج کردید برمیگرده، حتی بیشترش.
انواع روش‌های تبلیغات اینترنتی. خب بچه‌ها من اینو آوردم به خاطر اینکه الان روش‌های تبلیغات اینترنتی خیلی مناسبه، مخصوصا برای کسایی که بودجه کمی دارن. حتی اونایی که بودجه زیادی هم دارن فرقی نمی‌کنه. در واقع اینترنت یه رسانه‌ای هست که نمیشه ازش چشم پوشید، یعنی باید تو این فضا هم حضور داشته باشد. همه کسب و کارها، هر کی از این فضا غفلت کرد کلی ضرر کرد. یک تبلیغات ایمیلی، ایمیل مارکتینگ اصطلاحاً، خب این نیاز هست شما یه بانک اطلاعاتی خوب و مناسبی داشته باشید. حتی در تبلیغات ایمیلی هم باید محتوای خوب رو در نظر بگیرید. حالا بگید این بانک اطلاعاتی دست من هست، یه پنل ایمیل مارکتینگ هم دارم، خب هزینه‌ای که ان شاءالله میدم به 1000 نفر ببینیم چه اتفاقی میفته. نه، این کارو نکنید. یا حتی ممکنه که اگر محتوای خوبی نداشته باشید بازخورد منفی داشته باشه. محتوای خوب تو همه این تبلیغات باید رعایت بشه. تبلیغات ایمیلی که انجام بدید باید حواستون به این باشه که به چه کسایی دارید تبلیغ میدید، مخاطبای شما باشن. بعضی میبینم یه بانک اطلاعاتی از ایمیل میخرن به همشون میدن. این تبلیغات کوره، مثل تبلیغات پیامکی. شما در روز میبینید مثلا 100 تا پیامک براتون میاد، چند تاش به دردتون میخوره؟ هیچ. خیلی به ندرت پیش میاد تبلیغاتی بفرستن واسه یکی به درد بخوره. اصلا تبلیغات کوره دیگه انجام میدن، حالا گرفت نگرفت. خب چرا هزینه کنید که حالا نگرفت؟ حداقل یه هزینه‌ای بکنید که بگیره. درست هزینه کنید. پس ایمیل مخاطبای واقعی خودتون رو پیدا کنید. اگر هم نمیتونید پیدا کنید، به مرور از جای دیگه، از فرم‌های مختلف استفاده کنید و این اطلاعات رو جذب کنید، این ایمیل‌ها رو بگیرید. بذارید یه نمونه براتون بگم که این ایمیل‌ها رو چطور میتونید به دست بیارید. ببینید، من توی یه شرکت مشاور بودم. اونا می‌خواستن که ایمیل مخاطباشون داشته باشن. ما اومدیم یک کتابی که اونا از قبل چاپ کرده بودن رو به صورت PDF در آوردیم و گفتیم اینو تبلیغش می‌کنیم، به صورت رایگان در اختیار مخاطبا قرار میدیم. ولی قبل از اینکه این کتاب بتونن دانلود کنن، یه فرم گذاشتیم که گفتیم اسمتو بنویس و ایمیلتو بذار تا لینک دانلود بهتون نمایش داده بشه. به همین راحتی یه تبلیغ کوچیکی کردیم، تمام اطلاعات رو از مخاطبا به دست آوردیم. حالا با اون اطلاعات میتونیم کلی تبلیغات ایمیلی انجام بدیم یا ایمیل مارکتینگ کنیم اصطلاحاً. دیگه مطمئنیم اون مخاطبای واقعی ما هستن. این یه روش بود. حالا شما میتونید فکر کنید روش‌های مختلف دیگه‌ای رو پیدا کنید. خب که اطلاعات و ایمیل‌های مخاطباتون رو جمع‌آوری کنید. مخاطبای واقعیتون، نه هر کسی، اونایی که واقعا مخاطب شما هستن. تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، تلگرام، حالا هر جایی که شما میتونید تبلیغ کنید. یه وقتی هستی پیجای خبری هستن، همه نوع افرادی توشون هستن. یه وقتی هستی پیجایی هستن تخصصی هستن، تخصص راندمان بهتری دارن، شاید مخاطبای کمتری توش باشه ولی اصطلاحاً تو د پوینتر هستن. خب پس سعی کنید که بگردید دنبال پیج ها و کانال هایی که حالا صفحات مجازی که اصطلاحاً در حوزه کاری شما باشن و اونجا تبلیغ انجام بدید. رپورتاژ خبری چیه؟ ببینید این هم یه روش تبلیغات در فضای مجازی یا اینترنته. یعنی یه خبری گفته میشه، لابلای اون اخبار یک سری کدایی داده میشه. به طور مثال مثلا یه خبری در حوزه یک کسب و کاری توش میاد، مثلا در مورد اتومبیل. خب صنعت اتومبیل اینجوری دارن. یه خبر اومده تو مثلا یک سایت خبری، لابلاش میگه آره ایران خودرو اومده فلان کرده، سایپا اومده فلان کرده، شرکت نمیدونم فرض کن که بهران اومده مثلا فرض کنید که روغن موتورش فلان کرده. خب یعنی داره به صورت غیر مستقیم تبلیغ اون کمپانی‌ها رو انجام میده. رپورتاژ خبری برای کمپانی‌های بزرگ خوبه، همچنین برای کسایی که میخوان بکلینک بگیرن برای سئو سایتشون. این مبحث فنی دیگه است که باید برید در موردش مطالعه کنید.
اگر وبسایت دارید رپورتاج خبری میتونه بهتون کمک کنه. تبلیغات همسان یه نوع تبلیغاته مثل بنری که تو وبسایت‌های مختلف قرار میگیره، تو وبسایت خبری هست. ممکن شما دقت نکرده باشید ولی تو بعضی از وبسایت‌ها وقتی برید یه مطلبی رو دارید میخونید یهو میبینید که یک تبلیغی توی همون محتواست. یعنی یه جمله بالاست، یه پاراگراف بالاست، یه پاراگراف هم پایینه، وسطش یه عکسی از تبلیغه. در مورد همون موضوع هم هست اتفاقا. مثلا دارید در مورد اتومبیل مطلب میخونید یهو میبینید که مثلا عکس یه پراید هم وسطش اومده. خب یه دفعه میبینید شرکتی مثلا داره مثلا فرض کنید که اپلیکیشن خودش رو تبلیغ میکنه. خب این تبلیغاتی که وسط یک محتوایی قرار میگیره که تقریبا در حوزه همون محتواست بهش تبلیغات همسان میگن. تبلیغات اپلیکیشن، بعضی از اپلیکیشن ها رو میبینید رایگانه نصب میکنید داخلش تبلیغاتی میاد. دقت کردید دیگه مطمئنا. مثلا یه فیلتر شکن دانلود میکنن، خدا رو شکر که همه دارن فیلتر شکن دانلود میکنن. خب فیلتر شکن که برای رضای خدا همینجوری بهتون خدمات نمیده که. کلا همه اپلیکیشن ها برای رضای خدا خدمات نمیدن. مدل های درآمدی مختلف دارن. بعضی از این اپلیکیشن ها مدل درآمدیشون تبلیغاته. خب ما در مورد مدل درآمدی زیاد صحبت کردیم. حالا یه سری از اپلیکیشن ها فقط مدل درآمدیشون تبلیغاته. یه سری خدمات بهتون میدن، شما در واقع میایید اون اپلیکیشن رو به خاطر اون خدمات نصب میکنید، بعد که هر موقع بخواید باز کنید دو تبلیغات بهتون نشون میده. یه تبلیغات مثلا شروع ران شدن اپلیکیشن، یه تبلیغات هم وقتی میخواید خارج بشید. خب دیدید دیگه، حتی یه سری بازی ها هستن دیگه، بازی ها هم شکلی روش تبلیغ زیاد انجام میشه. خب اون فضای تبلیغات رو در اختیار مخاطبایی قرار میدن که توش تبلیغ کنن. حالا شما اگر کسب و کارتون مخاطباتون تو اون فضا هستن، مثلا یه بازی هست برای کودکان، شما مخاطبای شما کودک هستن برای مثلا فرض کنید محصولتون، خب مسلما اگر تو اون فضای بازی تبلیغ کنید خوب دیده میشید. تبلیغات اسپانسری، این تبلیغات هم یه نوع دیگه از تبلیغاته. مثلا شما اسپانسر یه فرض کنید که کمپینی میشید، دیدید از این کمپینا توی شبکه‌های مجازی دیگه، مثلا میگن یه کمپین فلان برگزار شد، اسپانسرش فلان شرکت و فلان شرکت هستن. یعنی اون شرکت‌ها پول میدن به اون کمپینه که اون کمپین اجرا کنه، در ازاش اون افرادی که اون کمپین اجرا میکنن تبلیغات اون شرکت رو انجام میدن. تبلیغات بنری، اینی که بارها مطمئنا دیدید تو سایت‌های خبری زیاده. اون عکس‌ها و تصاویری که کنار سایت چشمک میزنن، اونا بنرهای تبلیغاتی هستن. تبلیغات نوتیفیکیشن، این هم یه نوع دیگه از تبلیغات تو فضای مجازی و اینترنت. مطمئنا دیدید یه دفعه می‌بینید که دارید از یه اپلیکیشن استفاده می‌کنید، یه پیغامی اون بالا میاد. خب اصطلاحاً نوتیفیکیشن بهشون میگن. این هم یه نوع تبلیغاته. برای مثلا ریتارگتینگ و تبلیغات مجدد خیلی استفاده میشه. خب بچه حالا ما این همه تبلیغات رو میدونیم، اسمش رو میدونیم، تعریفش رو میدونیم، چجوری تبلیغ کنیم تو اینا. همون مواردی که در مورد محتوای خوب بهتون گفتم، از اون محتوای خوب استفاده کنید و توی این رسانه‌های تبلیغاتی با ابزارهای مناسب تبلیغ انجام بدید. با اینا ارتباط بگیرید و تبلیغاتتون رو توی این رسانه‌ها انجام بدید. مثلا شما یه پیج خیلی خوبی رو دیدید، می‌خواید توش تبلیغات کنید، بالاخره با ادمینش تماس میگیرید، میگی من می‌خوام تبلیغ کنم. اون میگه مثلا استوری می‌خوای بذاری یا مثلا پست می‌خوای بذاری. شما مثلا میگید استوری می‌خوام بذارم. اون سری قوانینی داره، میگه اینجوری این قوانین رو باید رعایت کنید. شما یه سری محتوای خوب دارید که باید بگید خب من طبق این قوانین شما این محتوا رو درست کردم بهتون دادم، حالا برای من تبلیغ کنید. این کل مراحل تبلیغاته. ولی همونطور که به نظر میسه ساده است، پیچیدگی‌های خاص خودش هم داره و شما باید خیلی با دقت این کارو انجام بدید تا اون پولی که میدید به جای اینکه هزینه بشه یه نوع سرمایه‌گذاری براتون باشه، مخاطبای بیشتری سمتتون بکشونه. در مورد بازار با هم صحبت کنیم. خب بازار رو که هممون میشناسیم دیگه، نه؟
همون جایی که میریم خرید میکنیم. بازار بزرگ تهران، بازارهای مختلف، بازارهای شهرستانی هستن، چهارشنبه بازار، پنجشنبه بازار، جمعه بازار. این حالا چیزایی که ما به صورت فیزیکی میبینیم. ولی اگر بخوایم یه تعریفی داشته باشیم، بازار در واقع اون دسته از مصرف کنندگانی هستن که علاقه‌مند به محصول ما هستن، توانایی خرید محصولمون رو دارن و منع قانونی برای خرید و استفاده از محصولمون رو نداشته باشن. اینم تعریفشه. فرض کنید همون بازار تهران در نظر بگیرید، یه سری افرادی میان اونجا که علاقه‌مند به خریدن دیگه، بالاخره میخوان بخرن، درسته؟ توان خریدم دارن، پول تو جیبشون هست. تا پول نداشته باشه که بازار نمیری. حالا بعضی هستن، بعضی از خانم‌ها میگن آقا ما فقط میریم میچرخیم فقط، ولی آخرش هم که برمیگردن با کلی خرت و پرت برمیگردن. منع قانونی برای خرید و استفاده از اون محصول هم نداشته باشن دیگه. در کل به این سیستم بازار میگن. پس هم تعریفش رو میدونیم، هم واقعا از نظر فیزیکی هم میدونیم بازار چیه. چرا بازار رو اینجا بررسی کردیم؟ چون میخوایم بازاریابی رو تعریف کنیم. حالا که میدونیم بازار چیه، در مورد بازاریابی صحبت میکنیم. فعالیت هست در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله. این تهش رو ببینید، فرایند مبادله یعنی چی؟ یعنی آخرش به خرید یا فروش منتج میشه دیگه، درسته؟ خب ما یه سری فعالیت هایی رو باید قبل از اینکه فروش انجام بشه یا خرید انجام بشه، یه فعالیت هایی رو باید انجام بدیم که این فعالیت ها بهش بازاریابی میگن. مثلا دیدید این بازاریابا رو که میان یک کالایی رو به مخاطب نشون میدن، در موردش توضیح میدن، این خاصیتش اینه، مزایاش اینه، ویژگیاش اینه، کلی حرف میزنن و اون مخاطب مجاب میشه این کالا رو مبادله کنه، یعنی بخره. این از تعریف بازاریابی. بریم در مورد ستونهای اصلی تفکر بازاریابی صحبت کنیم. 4 ستون داره: بررسی مشتری، بررسی رقیب، بررسی کسب و کار خودمون، بررسی شرایط محیطی. این اول مشتری کیه؟ چرا خرید میکنه اصلا؟ نیاز مشتری ما چیه؟ در مورد این باید ما بررسی کنیم مشتریامونو قبل از اینکه بریم بازاریابی کنیم. یعنی یک تفکر بازاریاب باید اولین آیتمی که بررسی میکنه مشتری باشه. دومین آیتم بررسی رقیبه. رقبا چه کسانی هستن؟ توانایی‌ها و قابلیت‌های رقبا چیه؟ حالا باید خودمون رو بررسی کنیم. مرحله سوم میگه بررسی کسب و کار خودمون. نقاط ضعف و قوتمون رو مشخص کنیم. تمایز کالا و خدمات ما نسبت به کالا و خدمات رقبا چیه؟ آقا ما محصول ما خب با محصول رقیب ما چه فرقی میکنه؟ اینو باید قبل از بازاریابی بررسی کنیم، چون نیاز هست برای مشتری توضیح بدیم. بررسی شرایط محیطی. قبل از بازاریابی باید فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خودمون رو بررسی کنیم. این هم برای بازاریابی نیاز هست. مثلا در اوضاع اقتصادی فعلی ما خب یهو می‌بینیم مثلا تخم مرغ کم میشه، میخوان قیمتش ببرن بالا، روغن کم میشه، میخوان قیمتش ببرن بالا. حالا اون کسی که میخواد بیاد محصول جدیدی تو این حوزه، برند جدیدی تو این حوزه بازاریابی کنه بفروشه، زمان خوبیه بگه آقا الان تخم مرغ کمه، تلاونگ می‌خریدی تو بازار نیست، من برند فلان رو بهت میدم با همون قیمت قبلی. به مرور اون برند سریع پخش میشه. یعنی ما از یک فرصتی که برای دیگران تهدید استفاده کردیم برای اینکه بتونیم محصول خودمون رو، برند خودمون رو جا بندازیم. خب این نکات خیلی مهمه. یه وقتی هست ما میگیم آه همه چی گرون شده برای همه، مثلا فرض کن آقا گرونه، داغون شده، اوضاع خرابه، همش تهدید میبینیم. ولی لابلایانو یه سری فرصت‌هایی وجود داره برای کسایی که میخوان تازه وارد بازار بشن. یه دفعه میبینی روغن مایع کم اومده، میری تو مغازه مثلا میگی روغن لادن داری، طرف میگه نه، میگه بهار چطور؟ میگه نه ندارم. ای بابا ندارم. میگه ولی مثلا فرض کنید روغن غضنفر دارم مثلا.
طرف میگه خب برند غضنفر رو که من نمیشناسم، میگه حالا فقط همین هست دیگه. یا میخره یا نمیخره، برمیگرده دوباره روز بعد میاد میگه آقا داری؟ میگه نه، مجبور میشه بخره. کم کم برند غضنفر هم جا میفته. خب یه فرصت برای غضنفر بوده که برند خودش رو اونجا مطرح کنه. حالا یه مثال بود دیگه. بریم در مورد استراتژی بازاریابی صحبت کنیم. در استراتژی بازاریابی کسب و کار تصمیم میگیره که عرضه محصول، قیمت، پخش، تبلیغات و غیره رو متوجه بخش خاصی از بازار کنه. ببینید نکته اصلی قسمت آخر این جمله است، بخش خاصی از بازار. دوستان من، شما اگر خیلی محصولتون توپ هم باشه نمیتونید یه هایی تو کل دنیا پخش کنید. نه توانشو دارید، نه انرژیشو دارید، نه قدرتشو دارید، نه پولشو دارید. پس باید اصطلاحاً بخش بندی کنید بازار رو. خب میایید یه بخشی از بازار رو انتخاب میکنید و راجع به اون بخش اون وقت میایید بررسی میکنید چطور بفروشید. یعنی اون استراتژی بازاریابی رو راجع به اون بخش تدوین میکنید. اوکی؟ یه دفعه نرید بگید من میخوام کل اینا هر جا شد بخوام بفروشم. درسته فروش الکترونیکی میگه آره من کل ایران رو بهش خدمات میدم، اصلا کل دنیا رو میدم. ولی چی؟ داری الکترونیکی میفروشی، باز سگمنتت اون بخشت الکترونیکیه، فیزیکی که نیست که. خب پس بخش بندی کردی. بازم اینجا به صورت فیزیکی و مجازی بخش بندی کردی. به صورت فیزیکی اگه داری کار میکنی میگی من مثلا از محله خودم میخوام شروع کنم، از شهر خودم میخوام شروع کنم، از استان خودم میخوام شروع کنم، با توجه به منابعی که داری. اون وقت برای اینکه شروع کنی باید استراتژی تدوین کنی برای بازاریابی فروش خودت. از تبلیغات گرفته، بازاریابی گرفته، فروش. تبلیغات هم بالاخره لازمه بازاریابی دیگه. وقتی تبلیغ میکنی قدرت بازاریابات بیشتر میشه برای اینکه محصولتون رو بفروشن. حالا همون غضنفری که من مثال زدم، روغن غضنفر، شاید به طنز باشه، ولی اگر قبل از اینکه اتفاق بیفته یه تبلیغات هم غضنفر کرده بود در مورد روغنش، وقتی بازاریابا میرن روغن رو میخوان مثلا توی جای مختلف بفروشن، مغازه‌دار قبلا تبلیغو دیده، راحت‌تر قبول میکنه. اون مشتری هم که میاد بار اول دیگه نمیگه این برند ناآشناست، میگه تبلیغشو دیدم، همون روغن غضنفر رو بده. میخوام بهتون بگم که اینا همش یه استراتژیه. قبلش باید همه اینا رو تدوین کنید، بنویسید با توجه به بخش بندی که کردید. نفوذ در بازار و افزایش سهم بازار که بهش مدل 4P میگن. خب اگه بخواید در بازاری نفوذ کنید و سهم قابل توجهی از اون بازار رو به دست بیارید، این 4 تا موضوع رو خیلی بهش دقت کنید. پروداکت، محصول خوب، پرایس، قیمت مناسب، پلیس، توزیع به موقع، پروموشن، تبلیغ به جا. اگر محصول خوبی داشته باشی، قیمتت قیمت مناسبی باشه، توی مراکز مختلف هم پخشش کرده باشی و تبلیغات مناسبی هم داشته باشی، میتونی تو بازار نفوذ کنی و سهم بازار قابل توجهی رو به دست بیاری. یه موضوع در مورد بازارداری بهتون بگم. به حفظ مشتریان فعلی اهمیت بدید. آقا تنها 5 تا 20% احتمال داره مشتری جدید به خریدار ما تبدیل بشه. یه مغازه‌ای دارید، یه فروشگاه الکترونیک دارید، یه پیج اینستاگرامی دارید، میان ازتون سوال میکنن آقا قیمت این، مثلا فرض کنید که لباس چند، قیمت این مثلا اتکلون چند. معمولا بین 5 تا 20%، یعنی حتی من فکر میکنم حتی یه وقتایی کمتر هم میشه، بستگی به شرایط اقتصادی جامعه هم داره. حالا ما فرض میکنیم 5% از این کسایی که میان ازتون سوال میکنن و ممکنه کلی شما رو دیده باشن، ولی از این 1000 نفری که شما رو دیدن 100 نفر میان میگن من برم قیمت بگیرم.
از این 100 نفری که میان ازتون قیمت بگیرن، نهایتش 5 نفر میان ازتون بخرن. خب شما کلی هزینه کردید که 1000 نفر شما رو ببینن. درسته؟ حالا یا تولید محتوا کردی یا تبلیغ کردی یا هر کاری کردی، یه فعالیت انجام دادی که 1000 نفر شما رو دیدن. از این 1000 نفر 100 نفر بهتون پیام دادن. حالا از این مثلا 100 نفری که قیمت گرفتن، مثلا فرض کنید که 5 نفر میان میخرن. درسته؟ ولی طبق آمار احتمال خرید محصول جدید توسط مشتریان راضی قبلی 60 تا 70%. یعنی چی؟ یعنی محصول جدید الان دارید، وارد بازار کردید. درسته؟ با همون برندی که دارید الان یه محصول جدید آوردید وارد بازار کردید. از مشتری قبلیتون 60 تا 70% احتمال داره بیان خرید کنن، به شرطی که ازتون راضی باشن، از خرید قبلیشون راضی باشن، یه خاطره خوبی از خرید قبلی تو ذهنشون مونده باشه. خب این که راحت‌تر جذب کردنشون، ها؟ یعنی مجدد فروختن به اون مشتری قبلی که راحت‌تره. پس سعی کنید مشتری قبلی خودتون حفظ کنید. هزینه جذب مشتری جدید حدوداً 5 برابر حفظ مشتری قبلیه. یعنی اگر مثلا 50,000 تومان میخواین هزینه کنید یک مشتری رو به دست بیارید، شما مثلا با 10,000 تومان میتونید مشتری قبلی رو مجاب کنید که خرید انجام بده. یعنی با اون 50,000 تومان میتونید 5 تا مشتری بگیرید از مشتری قبلیت، 5 تا فروش داشته باشید. حالا این هزینه ها چیه؟ مثلا ممکنه که تولدشون بشه بهشون پیامک بدی، شب عید مثلا فرض کنید براشون سررسید بفرستی. حواست به اونا باشه. حتی کالایی که خریدن پشتیبانی خوب بهشون بدی، خدمات پس از فروش خوب داشته باشی، هر از چندگاهی به بهانه‌های مختلف باشون در تعامل باشی. این میشه اون همون هزینه ها. میگه این هزینه ها 1/5 هزینه های تبلیغاتیه که میخوای مشتری جدیدی به دست بیاری. افزایش 5% در حفظ مشتریان قبلی میتواند سود را بین 25 تا 95% افزایش دهد. میگه چی؟ میگه از اون مشتری قبلی اگر 5% هم بتونی جذب کنی، سودت بین 25 تا 95% ممکنه افزایش پیدا کنه. پس از این نکته غافل نشید، از بازارداری غافل نشید، از حفظ مشتریان قبلی غافل نشید. خیلی مهمه. واقعاً فروختن به یک کسی که قبلا بهش فروختی خیلی راحت تره، اگر کی بهش خوش گذشته باشه، راضی باشه، خاطره خوبی از خرید با شما داشته باشه. خب در مورد انواع قیمت گذاری هم با هم یه صحبتی کنیم بچه‌ها. شما الان یه محصولی دارید بخواید قیمت بذارید، درسته؟ من 3 نوع قیمت گذاری آوردم اینجا. خب و برای ما آدمای عادی نوع اولش بیشتر استفاده میشه، قیمت گذاری در حالت رقابت کامل. خب چرا؟ چون بقیه موارد مربوط به کمپانی‌های بزرگی هستن که الان بهشون امکان انحصار داده شده. حالا بهتون یه توضیح میدم. قیمت گذاری در حالت رقابت کامل یعنی اینکه فرض کنید که مثلا الان در مورد همون خودرو مثال بزنیم. خب شما میخواید وارد صنعت خودرو بشید، یه کارخونه تولید خودرو بزنید. هیچ محدودیتی هم وجود نداشته باشه و شما باید بتونید مجوز بگیرید، تولید کنید یا وارد کنید. هر کسی، حالا شما نه، هر کسی بخواد وارد این عرصه بشه بدون هیچ محدودیتی بتونه وارد بشه. این میشه رقابت کامل. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ هر کسی توان داشته باشه وقتی بیاد وارد این بازار بشه، کیفیت‌ها افزایش پیدا میکنه، قیمت‌ها کاهش پیدا میکنه، بازار رقابتی تر میشه، روز به روز اون محصولات با کیفیت بیشتری به مشتریان ارائه میشه، چون بقیه دارن با هم رقابت میکنن دیگه. هر کسی کالای بهتری یا محصول بهتری به مشتری بده، مشتری از اون استقبال بیشتری میکنه. این بازار رقابتیه. این اقتصاد سالمه. خب ولی متاسفانه اینجوری نیست دیگه. تو کشور ما الان قیمت گذاری در حالت رقابت انحصاری چند جانبه و همکاریه. خب مثلا ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو،
اینا کمپانیایی هستن که فقط اینا میتونن تولید کنن و وارد کنن. حالا یه سری شرکت‌های دیگه مثلا پرشیا خودرو اینا میتونن وارد کنن. خب دیگه قیمت گذاری حالت رقابتی نیست. واسه همینم هر چی دلشون میخواد قیمت میذارن، با هم دیگه توافق میکنن، میگن مثلا پراید اینقدر باشه، پژو اینقدر باشه، سمند اینقدر باشه، که هر کسی بتونه بازار خودش رو به دست بیاره. تو این بازار معمولاً توسعه‌ای در زمینه در واقع بهینه کردن محصولات اتفاق نمیفته. خیلی کم، خیلی به ندرت همچین اتفاقی میفته. اما قیمت گذاری در حالت انحصاری کامل چیه؟ انحصاری کامل یعنی چی؟ بعضی از شرکت‌ها هستن فقط اونها میتونن یه سری کالا تولید کنن. این دست اوناست، دست کسی دیگه نیست. دولت فقط به اونها اجازه داده، حکومت فقط به اونها اجازه داده. اونها به تنهایی میتونن رو کالاشون قیمت بزنن. اصلا دیگه هر قیمتی بگن اگر مشتری وجود داشته باشه میخره دیگه. یعنی دیگه بس نه رقابتیه نه اینکه بشینن با هم دیگه همفکری کنن. بس کاملا انحصاریه. هستن از این شرکت‌ها هم هستن. خب یه نمودار اینجا آوردم بچه‌ها، این نمودار رو ببینید. نمودار عرضه و تقاضاست. توی اقتصاد این ساده ترین نموداره، یعنی خیلی ساده است. دو تا خط داره، یه خط بنفش رنگه، یه خط سبز رنگ. میبینید خط بنفش رنگ عرضه است، خط سبز رنگ تقاضاه. درسته؟ یه قانون خیلی ساده است که هر چقدر عرضه بیشتر باشه تقاضا کمتر باشه قیمت میاد پایین. توی نقطه‌ای که نقطه برخورد این نموداره عرضه و تقاضا تو حالت تعادل قرار دارن. حالا چرا این نمودار آوردم اینجا؟ یه قانون ساده است، یه قانون ساده تو اقتصاد هست که اگر تو حالت غیر انحصاری باشید، یعنی بازار رقابت کامل باشه، خب چیزی که قیمت رو تعیین میکنه میزان عرضه و تقاضاست با توجه به بهای تمام شده کالا. خب یعنی شما باید با توجه به میزان عرضه و تقاضا و بهای تمام شده کالای خودتون قیمت گذاری کنید رو کالاتون. ولی تو حالت رقابت انحصاری و یا انحصاری کامل خیلی از این نمودار استفاده نمیشه. یکی از مشکلاتی که جامعه ما هست اینه که اکثر بازارها بازار رقابت کامل نیست. به خاطر همین هم قیمت گذاری که انجام میشه بیشتر دستوریه و آرندی یا تحقیق توسعه یا بهینه کردن محصول هم اصلا مفهومی نداره توی همچین بازاری. واسه همین هم شما سالهاست مثلا دارید یک پراید رو میخرید و مجبورید بخرید با کیفیت خیلی پایین‌تر و روز به روز از کیفیتش کم میشه به جای اینکه بیشتر بشه. این دلیل اصلیش اینه که اقتصاد ما بیماره و بازار ما بازار رقابتی کامل نیست، بازار سالمی نیست، بازار انحصاریه و این مشکلات توی یک بازار انحصاری و یک اقتصاد مریض اتفاق میفته. این خارج از چارچوب درسی بود، فقط خواستم یه چیزی بگم، این ته دلم مونده بود. تعیین سطوح قیمت اولیه. روش‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر تقاضا، روش‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر قیمت تمام شده و سود، روش‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر رقابت. ببینید بچه‌ها، بعضی موقع‌ها می‌بینید که تقاضا هر چقدر بیشتر میشه قیمت هم میره بالا. درسته؟ به همون نمودار صفحه قبل دقت کنید. طبیعی هم هست. فرض کنید مثلا تعداد محدودی از یک کالا وجود داشته باشه. خب هر چقدر تقاضا بیشتر باشه اون فروشنده قیمت رو میکشن بالاتر دیگه. اونایی که توی
ایران زندگی میکنن این اتفاقا زیاد دیدن، شاید برای خارجی‌ها کم باشه ولی برای ما زیاد اتفاق افتاده. خب پس یه نوع قیمت گذاری مبتنی بر تقاضاست. یه نوع قیمت گذاری مبتنی بر قیمت تمام شده و سوده. برای اکثر کسب و کارهای کوچیک و متوسط که میخوان وارد بازار بشن، مخصوصا برای شمایی که دارین این دوره میخونید ممکنه کسب و کاری هنوز نداشته باشید که بخواید کسب و کار ایجاد کنید، این روش مناسبیه. خب شما میگید که کالای من اینقدر برام تموم شده، محصول من اینقدر برام تموم شده، مثلا فرض کنید 100,000 تومان جنس برد و پول برق و گاز و پرسنل و همه اینا، هر یه محصول 100,000 تومان شده. خب من حداقل مثلا 30% روش سود بکشم، 130,000 تومان میفروشم. این ساده ترین روش قیمت گذاریه، درسته؟ حالا چرا 30%؟ بچه کمتر از 30% روی قیمت تمام شده خودتون نکشید. این حالا پیشنهاد منه. حالا شما مثلا ممکنه این وقتی تو شرایط خاص رقابتی مجبور شید کمتر سود بکشید، ولی 30% باید حداقل سود بگیرید. چرا؟ چون که باید درصد سودی که شما میگیرید از درصد سود بانکی بیشتر باشه، طبیعیه، وگرنه اون پول بذارید تو بانک سود بیشتری میگیرید دیگه. وقتی یه بانکایی هستن دارن مثلا 20% سود میدن، چرا شما باید مثلا یک کاری رو انجام بدید، یک فرآیند تولیدی رو انجام بدید که بخواید مثلا 20% سود کنید، 10% سود کنید؟ پس باید حداقل سود رو در نظر بگیرید. به نظر من خیلی ها هستن که حداقل سودشون 30% میذارن، بعضی هم 50% میذارن، بعضی هم 100% سود میکنن. نمیگم حتما 30% باشه، میگم حداقل سود رو 30% بذارید که ضرر نکنید. حالا چه موقع اینو 30% بذارید؟ وقتی که نسبت به رقیباتون قیمتتون خیلی پرت نباشه. روش سوم ببینید، روش‌های قیمت گذاری مبتنی بر رقابت. یه وقتی هست مثلا شما دارید یه کالایی رو میفروشید شبیه یه نفر دیگه، خب اون رقیبتون دیگه، درسته؟ یهو ببینید رقیبتون داره میده 100,000 تومان، شما دارید میفروشید مثلا 130,000 تومان، درسته؟ میگید من نمیتونم بفروشم چون قیمت تمام شده من 100,000 تومان، اون چطور داره 100,000 تومان میفروشه؟ شما یا باید بیاید هزینه‌هاتون رو کاهش بدید یا دلایل قیمت بالاتر محصول خودتون رو برای مشتری باز کنید. خب مثلا یه وقتی هست شما میگید که من دارم یه کالایی تولید میکنم، مثلا همین خودکار، این دوتا خودکار. یکی میگه که خب من دارم این خودکار تولید میکنم، این خودکار الان هست تو بازار مثلا 10,000 تومان، من دارم اینو تولید میکنم 12,000 تومان، کسی نمیاد اینو بخره. بعد میگه خب مزیت من نسبت به این خودکار چیه؟ میگه آقا این باش مثلا مداوم یه ما میتونی بنویسی، ولی این مثلا مداوم یه هفته میتونی بنویسی، مثلا همین این گرونتره، اینو باید توضیح بدی برای مشتری. یا اگر تمام خصوصیات این و این، تمام ویژگی‌های این و این، تمام مزیت‌های این و این با هم دیگه برابر بود، خب اون وقت باید شما بیایید توی تولید این دقت کنی، قیمت تمام شده خودت کاهش بدی که بتونی از نظر فروش باش رقابت کنی. وگرنه اگه قیمتت بالاتر باشه با توجه به اینکه شرایط تو مساویه، اون راحت‌تر میفروشه. پس روش‌های قیمت گذاری هم بهتون گفتم. روش قیمت گذاری مبتنی بر قیمت تمام شده و سود برای کسایی که تازه میخوان شروع کنن، با توجه به بحث‌های رقابتی، یعنی با توجه به رقیباتون مناسب ترین روشه. موانع و محدودیت‌های قیمت گذاری: هزینه‌ها. یه وقتایی شما میخواید قیمتی بذارید اینقدر هزینه‌تون بالاه، نمیتونید طبق اون روش‌هایی که گفتم قیمت گذاری کنید. میگید من هر کاری میکنم نمیتونم مثلا از 120 تومان کمتر بدم، خب ولی رقیبم داره مثلا 100 تومان میده. اونجا باید توی هزینه هاتون دقت کنید، هزینه هاتون بالاست، هزینه هاتون رو کاهش بدید.
قوانین مقررات دولتی. یه وقتی از کالاهای اساسی دارید میفروشید، روغن، برنج، فلان، هر چی که جزء کالاهای اساسی حساب میشه، شیر، لبنیات، دولت دخالت میکنه، میگه که آقا از این بیشتر نشه. اتفاقی که برای دامدارایمون چند وقت پیش افتاد و اونا مجبور شدن شیر رو با یه قیمت مصوب دولتی بفروشن، ولی اون طرف خوراک دام و تویرشون رو مجبورن با قیمت بالا بخرن. اصلا نمیصرفید براشون بندگان خدا. بعضیشون اصلا دامشون رو دادن به کشتارگاه‌ها و تعطیل کردن. این هم یکی از موانع و محدودیت‌های قیمت‌گذاریه. انتظارات کانال‌های توزیع. یه وقتی از محصولتون می‌خواید بدید به یک در واقع شرکت پخش، می‌خواید بدید به یک فروشگاه زنجیره‌ای، اونا یه قیمتی رو تعیین می‌کنن، آقا باید به ما انقدر بدی. انقدر قدرت دارن که شما ناچاری به اون قیمت بهشون بدی یا اصلا باشون کار نکنی. اونایی که تو سیستم‌های فروش هستن و کار بازاریابی فروش انجام دادن حتما به این مقوله برخورد کردن. یکی دیگه از موانع و محدودیت‌های قیمت‌گذاری تقاضای مشتریه. ممکنه که تقاضای مشتری کم باشه هستن و شما مشتری کمی داشته باشید، ناچارید یه وقتایی قیمت رو پایین بدید تا مشتری بیشتری به دست بیارید. ولی من هیچ وقت همچین پیشنهادی بهتون نمی‌کنم. به جایی که قیمتتون رو پایین بیارید و مشتری بیشتری جذب کنید، تبلیغات بیشتری کنید و مشتری بیشتری جذب کنید. چون بعضی از محصولات واقعا طرف انقدر زحمتی میکشه رو کالاش که اصلا نمیصرفه کمتر، یعنی واقعا نمیارزه که بخوای کمترش کنی قیمت تو. خب بعضی دیدم قیمتشون رو کم میکنن، بندگان خدا محصولشون رو با قیمت پایینتر میخوان بفروشن، ولی دردسرهای فروش هنوز هست، دردسرهای اون محصوله هست، دردسرهای مشتری هست. مشتری همون انتظارات رو داره، انتظاراتش کم نمیشه. یعنی شما یک کالایی که قیمت واقعی 150,000 تومان هست رو 100,000 تومان هم بفروشی، مشتری هنوز که هنوز هم انتظارات کالای 150,000 تومانی ازتون داره. این اشتباه رو نکنید. حالا من اینو آوردم به عنوان موانع و محدودیت ها، ولی توصیه اینه که اگر به همچین محدودیتی برخورد کردید خودتون رو بیشتر نمایش بدید، یعنی تبلیغات بیشتری کنید، ولی هیچ وقت قیمتتون رو خیلی پایین نیارید که متضرر بشید. یکی دیگه از موانع و محدودیت‌های قیمت‌گذاری رقابته. خب این مشخصه. تو بازار رقابتی شما باید حواستون به قیمت‌گذاری رقیبتون باشه. هر قیمتی نمیتونید بدید، چون ممکنه بازار خودتون رو به مرور از دست بدید. خب من توی مرحله قبلی گفتم یکی از روش‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر قیمت تمام شده و سود بود، درسته؟ اینجا بهتون میگم چطور محاسبه کنید. خب برای کسایی که نمیدونن، حالا ممکنه خیلیاتون بدونید. خب شما قیمت فروشتون میشه چی؟ قیمت تمام شده کالایتون. مثلا اگر یه لباسی دوختید یا مثلا فرض کنید که یه محصولی تولید کردید شده مثلا 100,000 تومان، درسته؟ اون 100,000 تومان از ضرب در 0.3 میکنید، خب مثلا میشه 30,000 تومان. به اضافه اون 100,000 تومان نمیکنید، همون قیمت تمام شده خودتون میشه 130,000 تومان قیمت فروشتون. پس میشه اون درصدی که انتظار دارید از سود، مثلا 30% میخواید سود کنید میشه 0.3. خب 50% میخواید سود کنید میشه 0.5، یعنی ضرب در بهای تمام شده، یعنی بهای تمام شده خودتون رو ضرب در 0.3 میکنید به علاوه دوباره بهای تمام شدهتون میکنید. خب قیمت تمام شده کالاتون رو در یک ضریب ضرب میکنید و اون مبلغ رو به اضافه همون قیمت تمام شده خودتون میکنید تا مبلغ نهایی به دست بیاد. دقیقاً مثل همین تصویری که بهتون نشون دادم. یعنی اگر قیمت کالاتون 100,000 تومانه ضرب در 0.3 میکنید، مثلا 30% میخواید توش سود کنید میشه 30,000 تومان. اون 30,000 تومان به اضافه دوباره 100,000 تومان میکنید میشه 130,000 تومان. این میشه یکی از روش‌های قیمت‌گذاری و ساده‌ترین روش قیمت‌گذاریه. خب سخن آخر،
بچه‌ها این دوره تموم شد. بازم میگم اگر جایی سوالی یا مشکلی داشتید به همین شماره 935 937 88 55 پیام بدید. تو اولین فرصت بهتون جواب میدم. حتما این موارد رو یادداشت کنید و نوت برداری کنید و سر فرصت مجدد گوش بدید و به کار ببرید. و اما سخن آخر خود من، حالا این سخن آخر دوره ها بود، سخن آخر خود من به شماهایی که زحمت کشیدید و در این دوره شرکت کردید. ممنونم از صبر و حوصلتون، ممنونم از اینکه به این دوره خیلی خوب گوش دادید، خوب دیدید، خوب اجرا کردید. امیدوارم تو کارتون به دردتون بخوره. من همیشه در کنارتون هستم، اگر خدا عمری بده و زنده بمونیم همیشه هستم. و یه پیج یارآفرین درست کردم. تمام کسانی که در دوره یارآفرین شرکت کردن، دوره کسب و کار یارآفرین شرکت کردن، تو اون پیج اضافه میشن، به عنوان فالوینگ های اون پیج قرار داده میشن و هر سوالی داشته باشید تا اونجایی که بتونم بهتون کمک کنم تا کسب کارتون راه بیفته. خودتون رو تنها ندونید، من همیشه کنارتون هستم، بهتون کمک میکنم. تجربیات فروش زیاد دارم و تجربیات ایجاد و راه اندازی کسب و کار. این تجربیات رو به مرور بهتون منتقل میکنم. شما قدم اول رو بردارید. قدم اول شما یادگیری مهارتیه که الان بهتون آموزش دادم. این 5 جلسه رو کامل یاد بگیرید. و یه نکته مهم، تجارت الکترونیک رو فراموش نکنید. برای اینکه بتونید تجارت الکترونیک انجام بدید نیاز دارید که یک بستری داشته باشید. تو جلسه هم بهتون گفتم، تو درس هم بهتون گفتم، برای فروش باید اون بسترتون فراهم بشه. بعضی بستر فیزیکی دارن، مغازه چیزی دارن، بعضی هم بستر الکترونیکی، یه پیج اینستاگرام دارن، یا اینکه یک وبسایت دارن. بچه‌ها شما اگر یه محصول خوب دارید، نسبت به محصول خودتون مطمئنید، کیفیت محصولتون بالاست، قیمت مناسبی محصولتون داره، بهتره یه بستر الکترونیکی براش فراهم کنید. اگر توان ایجاد بستر فیزیکی رو ندارید، بستر الکترونیکی میتونید فراهم کنید. یک فروشگاه الکترونیک براش بزنید یا یه پیج اینستاگرامی داشته باشید برای فروش. برای فروش حرفه‌ای‌تر نیاز هست که شما حتما یک فروشگاه الکترونیک داشته باشید. من یه دوره‌ای هم آماده کردم برای ایجاد فروشگاه الکترونیک و وبسایت. دوره خیلی ساده‌ای هست، به راحتی کار کردن با ورد میتونید فروشگاه الکترونیک ایجاد کنید برای خودتون به همین راحتی. اونم تجربیات خودم هست. توی 10-15 سال گذشته من بارها این کارو کردم، برای خیلی فروشگاه الکترونیکی راه اندازی کردم و میتونید اون دوره رو خودتون تهیه کنید، خودتون انجام بدید. میتونید یکی از نیروهاتون اون رو انجام بده. میتونید مثلا بدید اگر جوونی دارید تو خانواده که میخواد یه مهارت یاد بگیره، این مهارت خیلی خوبیه، میتونه یاد بگیره و ازش کسب درآمد کنه. بچه‌ها طراحی وبسایت حداقل 3 میلیون تومان ازت میگیرن که یه وبسایت برات طراحی کنن. یه فروشگاه الکترونیک حداقل 4-5 تومن میگیرن یه فروشگاه الکترونیک برات طراحی کنن. شما میتونید آموزش رو ببینید، خودتون برای خودتون وبسایت طراحی کنید یا فروشگاه الکترونیک طراحی کنید. چه کاریه این پولو بدید به یک کسی دیگه براتون طراحی کنه؟ هم مهارتش رو یاد میگیرید، هم خودتون برای خودتون میتونید طراحی وبسایت و فروشگاه الکترونیک داشته باشید، هم میتونید کسب درآمد کنید از این و اون. یعنی از یه نفر وبسایت بگیرید طراحی کنید براش، فروشگاه الکترونیک بگیرید براش طراحی کنید. یعنی مزیت‌های خیلی زیاد داره شرکت کردن در دوره طراحی وبسایت از صفر. اونجا هم یاد میگه چطور وبسایت طراحی کنید و چطور فروشگاه الکترونیک طراحی کنید و چطور ازش استفاده کنید. یه مهارت خیلی فوق‌العاده‌ایه که خیلی هم ساده است. نیاز به برنامه‌نویسی کدنویسی نداره. واقعا مثل یادگیری ورده. من مرحله هر چیزی که خودم یاد گرفتم اونجا آموزش دادم. یعنی خودم هم نه رشتم آیتی بود، نه کامپیوتر خوندم و خودم کار کردم و یاد گرفتم. حالا زمان بیشتری گذاشتم برای یادگیری و آموزش، ولی همینا رو به صورت فشرده در قالب یک دوره آموزشی آماده کردم
که هر کسی دوست داشت بیاد یاد بگیره، همین کارهایی که من انجام دادم رو انجام بده، نهایتا یه وبسایت داشته باشه و یه فروشگاه الکترونیک. تازه جالبتر اینه که انتهای دوره فایل یک وبسایت کامل، یک فروشگاه کامل هم گذاشتم که فقط اون رو نصب کنید، استفاده کنید و تغییرات جزئی روش بدید. یعنی هم یاد میگیرید، همین که بهتون یک وبسایت فروشگاه الکترونیک میدم. چی از این بهتر؟ اگر دوست داشتید حتما تو این دوره هم شرکت کنید و اون رو یاد بگیرید. اگر خودتون نمیتونید یا علاقه‌ای ندارید یا فرصتش رو ندارید، میتونید حتما یکی از بچه‌ها، یکی از دوستان، یکی از اطرافیانتون رو معرفی کنید که حتما از این مهارت استفاده کنن، یاد بگیرن، چون فوق‌العاده است. من خودم درآمدهای خیلی زیادی از طراحی وبسایت و فروشگاه الکترونیک کسب کردم. امیدوارم زیاد خسته‌تون نکرده باشم. بازم تاکید میکنم حتما اگر جایی گیر کردید پیام بدید. من هستم در کنارتون. بیخیال نمیشیم. ما قرار شده که یک گروه باشیم، یک گروهی به نام یارآفرین که هدفهای خیلی بزرگی داره و به هم کمک کنیم برای اینکه در جامعه یک ارزشی رو خلق کنیم. انشالله در یک دوره حضوری همدیگر رو ببینیم. موفق باشید.